أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 12 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 13 را از این کتاب تعلیم زبان عربی برای شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث عشر، یعنی درس 13. در این درس 13 همچنین صاحب کتاب به مثل درس‌های گذشته چند از کلمه های نو را برای حفظ کردن، برای از یاد کردن برای ما و شما تقدیم میکند که این عباره هاست، این کلمه هاست، چطوری که شما دیده ایستادید. پس میگوید بابون. بابون یعنی در، این مفرد است. بابون در و این مفرد است. مثلا دری خانه، دری ماشین و هر دری که وجود داشته باشد اونها را عرب ها بابون میگویند، یعنی در. و جمع در، جمع باب میشود ابوابون، یعنی درها. ابوابون درها. این جمع همچنین جمع تکسیر است. بعد از این میگوید شباکون. شباکون یعنی تریزه. شباکون تریزه. این مفرد است، جمعش میشود شبابیکو. شبابیکو یعنی تریزه ها. این جمع جمع صیغه منتهی الجموع هست، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. دقت بتید که سیم حرفش حرف الف است. شبا حرف الف است سیم حرفش، و بعد حرف الف سه حرف دیگر است بیکو، و بینگیشان سه حرف را بینگیشان ساکن است. شبا بیکو تریزه ها. بعد از این میگوید طاولتون. طاولتون یعنی استال طعام خوری، استالی که برای طعام خوردن آماده شدگی است، اون رو میگویند طاولتون. و این طاولتون مفرد است. وقتی که میخواهیم جمعش بکنیم، جمع مؤنث سالمش میکنیم، میگوییم طاولتون. این تای اصلیش رو میگیریم، تای مؤنثش رو طاولتون، این تا رو میگیریم، در جای این تا الف و تا را همراه میکنیم، میشود طاولتون، یعنی استالهای طعامخوری یا میزهای طعامخوری. طاولتون میزی طعامخوری، طاولتون میزهای طعامخوری. بعد از این میگوید مقلمتون. مقلمتون قلمدان. مقلمتون یعنی قلمدان. اون اسبابی که در داخلش قلم رو میمانی همون رو میگویند مقلمتون. اسمی آلت هست، آلتی که در داخل اون قلم گذاشته می شود. و جمعش مقلمتون مفرد است، یعنی یک دانه قلمدان. جمعش می شود مقالمو. مقالمو یعنی قلمدانها. مقالمو قلمدانها. مقالم همچنین جمع صیغه منتهی الجموع هست و از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید باب البیتی، یعنی در خانه. باب البیتی یعنی در خانه. پس باب مضاف است و البیتی مضاف الیه. در گذشته ما گفتیم که مضاف الیه همیشه کسره می باشد. باب البیتی، در خانه. بعد از این میگوید شباک الحجرتی،
یعنی تریزه کامنته، تریزه اتاق. شباکو همچنین مضاف است و الحجرتی مضاف الیه است. بعد از این میگوید مفتوحون. مفتوحون یعنی کشاده شده یا کشاده، یعنی که هوی. مثلا یک جای در را ببینیم کشادگی باشد، در هوی باشد، پس میگوییم مفتوحون یعنی کشاده، یعنی باز، یا دری باز را دیدیم پس میگوییم مفتوحون یعنی دری باز، یا مفتوحون کشاده. این مفتوح اسم مفعول هست از فتح یفتحو، یعنی فتح کشاد، یفتحو می کشاید، مفتوحون کشاده شده. بعد از این میگوید مغلقون. مغلقون این یعنی بسته، محکم، دری که محکم باشد میگویند مغبابون مغلقون، یعنی دری بسته، دری محکم. مغلق همچنین اسم مفعول هست از اغلق یغلق. اغلق یعنی بست، یغلق میبندد، مغلقون بسته شده، محکم کرده شده. پس اسم مفعول می باشد این هم همچنین. بعد از این میگوید باب مفتوحون. باب مفتوحون یعنی دری کشاده، دری کشاده. دقت بتید که بابون در اینجا اکنون ما مضافش نمیگوییم. چرا؟ زیرا که بابون تنوین دارد، مضاف تنوین را هیچگاه قبول نمی کند. بابون مفتوحون، این هر دو را نعت و منعوت میگوییم. مفتوحون را ببینید ضمه دارد، یعنی کسره ندارد، پس مضاف الیه نیست. بابون مفتوحون این را نعت و منعوت میگویند یا موصوف و صفت میگویند. بابون موصوف است، مفتوحون صفت است یا نعت است. و اینها در یکدیگر را از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکنند. یکمش در نکره بودن، ببینید بابون الف لام ندارد، مفتوحون همچنین الف لام ندارد. دوم در مذکر بودن، بابون را ببینید مذکر هست، یعنی علامتی مؤنث ندارد، مفتوحون همچنین مفتوحتون نشد، زیرا که بابون مذکر است، مفتوحون مذکر شد. و سیوم بابون مفرد است، یک تا است، مفتوحون همچنین یک تا شد، بابون مفتوحون. و چهارم بابون مرفوع است، دقت بتید بابون مفتوحون، مفتوحون همچنین مرفوع هست. دقت دادید؟ پس اینها از 10 چیز در 4 چیز یکدیگر رو پیروی میکند. اگر باب رو الف لام بتیم البابو بگیم المفتوحو میشود، با بی بگیم مفتوحی میشود، با بین بگیم مفتوحین میشود، با بن بگیم مفتوحن میشود. دقت دادید؟ پس این نعت و منعوت یکدیگر رو در از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند، چطوری که در الاجرومیه این رو به تفصیل بیان کرده بودیم. و این باب مفتوح نعت حقیقی است. نعت حقیقی، ما نعت یا صفت حقیقی داریم و سببی داریم، این نعت حقیقی است. بعد از این میگوید تعالی. تعالی یعنی بیا. تعالی همچنین اسم فعل امر هست. این فعل ماضی ندارد و فعل مضارع هم ندارد، فعل زمان گذشته و زمان آینده ندارد. این فعل مخصوص برای امر ساخته شدگی است. از این حساب این رو میگویند اسم فعل امر، این رو میگویند اسم فعل امر. تعالی یعنی بیا. بعد از این تعالی. تعالی همین تعالی هست، فقط فرقیت این است که در آخرش یک یا همراه شد. این یا را ما و شما میدونیم که این یای مؤنث است، یعنی زن. تعالی شد، پس بیا تو زن. چرا؟ ما در گذشته گفته بودیم که پیش از این یا را کسره میکنیم،
چرا در اینجا کسره نمیکنیم، نمیگیم تعالی؟ تعالی بگیم غلط است، باید ما بگیم تعالی. فقط در همین جمله تعالی گفتن غلط است، ما باید بگیم تعالی. چرا؟ زیرا اینکه این تعالی در مذکرش ببینید آخرش چی دارد؟ آخرش فتحه دارد، کسره نیست، آخرش کسره نیست. پس تعالی این فتحه به حال خودش باقی میماند و یا را میگذاریم، پس میگویم تعالی، نمیگیم تعالی. پس این هست طریق درست تلفظ کردنش که تعالی یعنی بیا تو زن، تعالی بیا تو مرد، تعالی بیا تو مرد، تعالی بیا تو زن. پس این بود کلمه های نوی درس 13. صاحب کتاب از این کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته برای ما و شما یک حوار آماده کردگی است. ببینید این حوار درس 13 می باشد. صاحب کتاب این حوار رو با این کلمه ها شروع کرده است که این الاقلام، میگوید در کجاست قلم ها. اقلام جمع قلمون هست. این الاقلام یعنی در کجاست قلم ها. در جواب میگوید که فی المقلمتی یعنی در قلمدان هست، فی المقلمتی در قلمدان هست. پس برای ما و شما این کلمه فهمو است از درس‌های گذشته که فی المقلمتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدای محذوف است. می توانی صاحب کتاب مبتدا را حذف نکند. پس اگر حذف نمیکرد به این طریق میگفت که در جواب این الاقلام میگفت که الاقلام فی المقلمتی. الاقلام را صاحب کتاب حذف کرد، زیرا اینکه از سوال فهمیده می شود که مبتدای ما الاقلام هست و فی المقلمتی این جار و مجرور متعلق به کائنون و اون متعلقش می شود خبر مبتدای محذوف. بعد از این میگوید و این المقلمتو، و در کجاست قلمدان، و در کجاست قلمدان. میگوید المقلمتو فی المحفظتی، یعنی که قلمدان در سنکه است و المحفظتو علی الطاولتی، و سنکه بر بالای میزی طعامخوری است. دقت دادید؟ المقلمتو این مبتدا است. در اینجا اکنون مبتدا را ذکر کرد. می توانی صاحب کتاب این المقلمتو را ذکر نکند، پس میگفت که در جواب این المقلمتو میگفت فی المحفظتی، جایز بود. اما صاحب کتاب این را ذکر کرد که المقلمتو فی المحفظتی والمحفظتو علی الطاولتی، یعنی قلمدان در سنکه است و سنکه بر بالای استل هست، بر بالای میزی طعام خوری است. بعد از این میگه یا تلمیذو ای شاگرد، یا حرف ندا، تلمیذو مناداست، اسم مفرد که بود از این حساب مبنی علی الضم مشکد و تنوین رو این قبول کرده نمیتواند. پس میگه یا تلمیذو یعنی ای شاگرد پسر، تعال هنا خذ الكتاب وقرأ الدرس، میگوید بیا اینجا. تعالی ببین مرد را گفته ایستاده است، یعنی که طالب پسر را گفته ایستاده است که تعال هنا بیا اینجا، خذ الکتاب بگیر کتاب را، وقرأ الدرس و بخوان درس را. در اینجا چند مسئله است. یکم تعال هنا خذل، اصل خذ الکتاب، ذال ساکن لام ساکن با سبب التقای ساکنین ذا را کسره دادیم. این کسره نامش کسره عارضی است. پس میگه خذ الکتاب بگیر کتاب را. کتاب مفعول به است، زیرا که خذ فعل امر است و فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، الکتاب مفعول به است. وقرأ الدرس و بخوان درس را. وقرئی در اینجا همچنین
همزه را نخوندیم، اقرأ بود. چرا نخوندیم؟ زیرا اینکه این همزه همزه وصلی است، در درج کلام آمد، در بین کلام که آمد، از این حساب ما نمیخونه، میگیم وقرئید درس. و همزه را همچنین کسره میتیم، کسرش کسره عارضی است، کسره اصلی نمی باشد. پس میگد وقرئید درس و بخوان درس را. بعد از این میگد یا تلمیذتو، ای شاگرد دختر، ای طلبه دختر. ببینید تلمیذتو یا حرف ندا، تلمیذتو منادا، اسم مفرد که بود مبنی علی الضم شد. بعد از این میگه تعالی هنا وقرئی هذه الجریده العربیه. میگه تعالی، بیا ای دختر، شاگرد دختر، هنا اینجا، وقرئی و بخوان تو شاگرد دختر و بخوان زن. از این یا فهمیدیم که زن رو گفته استاده است. وقرئی و بخوان هذه الجریده العربیه، این روزنامه عربی را. دقت بدید تعالی این برای زن است، زن را گفته استاده است. هنا این ظرف مکان است. وقرئی در اینجا همزه همزه وصلیه که است، همزه را نمیخونه، میگیم وقرئی هذه الجریده. هذه مفعول به است، الجریده بدل از هذه است، العربیه صفت الجریده است. ما پیشتر ذکر کردیم که نعت منعوت را، یعنی صفت موصوف را، از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. پس ببینید العربیه الف لام داشت و آخرش مؤنث بود، العربیه همچنین الف لام دارد و آخرش علامت تأنیث دارد. از 10 چیز در 4 چیز یکدیگر اینها همچنین پیروی کردند، زیرا که اینها نعت و منعوت هستند. نعت منعوت حقیقی، زیرا که نعت منعوت حقیقی از 10 چیز در 4 چیز یکدیگر را پیروی میکنند. اما نعت منعوت سببی از 10 چیز در 2 چیز، از 5 چیز در 2 چیز یکدیگر را پیروی میکنند. چطوری که در کتاب الاجرومیه نعت ها رو هر 2 قسمش رو با تفصیل خوانده بودیم. بعد از این میگه هذا باب و هذا شباک، میگه این در است و این تریزه است. هذا باب و هذا شباک، این در است و این تریزه است. هذا مبتدا باب خبر، واو استئنافیه، باز هذا مبتدا و شباکون خبر می شود. از این حساب میگیم این در است و این تریزه است. بعد از این میگه الباب مفتوح و شباک مغلق، میگه که در کشاده است، در باز است، و شباک و تریزه مغلقون بسته است. دقت بتید الباب مبتدا است، مفتوحون خبر هست. ما در بالا در وقتی کلمه نو رو خوندن گفتیم باب مفتوحون نعت و منعوت است. چرا در اینجا نمیگیم الباب نعت و مفتوحون منعوت؟ زیرا اینکه در اینجا نعت و منعوت شده نمیتوانند. الباب الف لام دارد، مفتوحون الف لام ندارد. اگر همین الف مفتوحون رو ما الف لام بمونیم بگیم که الباب المفتوح، پس نعت و منعوت می شوند، یعنی دری کشاده، اما کلمه پره نمی شود. الباب مفتوحون کلمه پره است، یعنی که جمله پره است، یعنی که دری کشاده، در کشاده است. الباب مفتوحون یعنی که در کشاده است، برای مبتدا و خبر، در باز است. و شباک مغلقون و تریزه بسته است. اگر مغلقون را همچنین الف لام بتیم المغلقو بگیم، پس صفت شباکون می شود، صفت الشباکو می شود. اما جمله ناقص می شود، جمله پره نمی شود. از این حساب ما در مبتدا و خبر در کار است. الشباکو مغلقون یعنی که تریزه بسته است. بعد از این میگه هذا باب الحجرتی و هذا شباک الحجرتی، یعنی که این در حجره است
و این تریزه حجره است. این دری حجره است و این تریزه حجره است. هذا مبتدا، بابو خبر. بابو اولا خبر است، باز میگیم بابو مضاف، الحجرتی مضاف الیه. هذا باب الحجرتی، این دری حجره است. و هذا شباک الحجرتی، همچنین هذا مبتدا، شباکو خبر، شباکو مضاف، الحجرتی مضاف الیه. و هذا شباک الحجرتی، این تریزه حجره است. بعد از این میگوید این شباک الحجرتی، در کجاست تریزه حجره؟ این ظرف است، این مبتدا شده نمیتواند، متعلق این خبر مبتدا است مقدم. پس شباکو مبتدا است، اولا میگیم شباکو مبتدا، باز میگیم شباکو مضاف، الحجرتی مضاف الیه. شباک الحجرتی، این شباک الحجرتی، یعنی در کجاست؟ این گفتیم از مکان میپرسد، این اسم استفهام برای مکان است، میگه در کجاست جای تریزه؟ میگه شباک الحجرتی هناک، یعنی تریزه حجره آنجاست. در اینجا ده شباک الحجرتی، شباکو مبتدا، الحجرتی مضاف الیه. شباک الحجرتی مبتدا شد، هناک ظرف متعلقش خبر می شود. در اینجا شباک الحجرتی هناک، یعنی که تریزه حجره آنجا است. بعد از این میگوید الکتب والمجلات والجرائد علی الطاولة، یعنی کتابها و مجله ها و روزنامه ها بر بالای میز طعامخوری است. دقت دادید؟ الکتب مبتدا شد، والمجلات و عاطفه است، المجلات معطوف علی الکتب می شود، والجرائد معطوف علی المجلات می شود، علی الطاولة پس خبر می شود، علی الطاولة پس این خبر مبتدای الکتب و باقی مانده عطف می شود به الکتب. دقت دادید؟ الکتب والمجلات والجرائد علی الطاولة، یعنی کتاب ها و مجله ها و روزنامه ها بر بالای میز طعامخوری است. مبتدا و خبر. پس میگه ادخل الباب، ادخل الباب یعنی داخل بشو در را، یعنی به در داخل بشو. ادخل الباب، ادخل فعل امر است و فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت، الباب مفعول به است. ادخل الباب، این لام در کسره ای که میبینید ادخلیل، این کسره کسره عارضی است، کسره اصلی نمی باشد، زیرا که به سبب التقای ساکنین این کسره را ما براش دادیم. اصلش ادخل بود، ادخل الباب. بعد از این میگه اخرج من الباب، یعنی بیرون بشو از در، بیرون بشو از در. اخرج فعل امر است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، من الباب، من حرف جر، باب اسم مجرور، من الباب جار و مجرور متعلق به اخرج، متعلق میشود به اخرج، یعنی از در بیرون بشو. پس این هست حوار درس 13. صاحب کتاب از کلمه های این درس 13 و از درس های گذشته برای ما و شما این حوار را، این گفتگو را تقدیم و پیشنهاد گردانید. پس درس 13 را در اینجا به پایان میرسانم. یک و یک شما را تا درس آینده به الله بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.